خب رسیدیم به داستانی دیگه از داستان شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم، از فارغ التحصیلان مدرسه نبوت، زندگی دیگری از بانوان صدر اسلام. گفتم خیلی از اسامی ممکنه برای ما خیلی جدید و اول باشه. بله، امروز بانوی بزرگواری که از شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست، میخوایم داستان ایشون رو بخونیم. حوا بنت یزید ابن سنان هست. حوا بنت یزید ابن سنان داستان خیلی شیرین و جذابی داره و قابل اهمیت هست. خوبه با هم بشنویم. ام عامر نقل میکنه، ام عامر اشهلی نقل میکنه که رضی الله عنها، که میگه من اومدم، اینا جز انصار بوده، میگه من اومدم، لیلا بنت ختیم اومد، حوا بنت یزید اومد، رفتیم پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم و در بالاخره زمانی بود که بین نماز مغرب و عشا بود. پیامبر سلام کردیم، پیامبر از ما سوال کرد شما کی هستید؟ ما بالاخره خودمون رو معرفی کردیم، به ما خوش آمد گفت خب چه کار دارید؟ گفتیم یا رسول الله ما اومدیم که با شما بیعت بکنیم و تصدیق بکنیم دین شما رو و شهادت بدیم به اینکه اون چیزی که شما آوردید حقه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود خدا را هزاران مرتبه شکر که شما رو به سوی اسلام هدایت کرد و خب بیعتتون قبول، شما بیعت کردید. میگه ام عامر فدنوت منه، من به پیامبر نزدیک شدم، رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت نگاه کن، انی لا اصافح النساء، من با زنان دست نمیدم. نگاه کنید، اینو به زنای دیگه هم گفت بگید این تنها بخصوص حال شما نیست که من با شما دست نمیدم، من با هیچ زنی از زنهایی که جزء محارم من نیستن دست نمیدم. این در هر صورت بیعتشون همینجوری قبول میشه و ام عامر میگه که من اولین کسی بودم که با رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیعت کردم. در هر صورت خب در کنار این ام عامر که از حوا بنت یزید ابن سنان اشهلی هست که جزء انصار هست و مادر ایشون هم اقرب بنت معاذ که خواهر کیه؟ خوب نگاه کنید، مادر این حوا بنت یزید کیه؟ اقرب بنت معاذ هست. مادرش اقرب بنت معاذ که خواهر صحابی بزرگ سعد ابن معاذ هست. یعنی سعد ابن معاذ دایی حوا بنت یزید هست. این داشته باشین این ارتباط اصحاب و شاگردان رو. سعد ابن معاذ که خب ماشاءالله شخصیت ایشون برای همه ما بین صحابه شناخته است، این دختر خواهرش هست. در هر صورت برادر ایشون که رافع ابن یزید هست که این هم صحابی بزرگوار هست که از اهل بدر هست، کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست. در هر صورت حوا از همون ابتدا در مدینه اسلام رو پذیرفت، اسلامش خوب شده بود. هنوز زمانی که پیامبر به مدینه در واقع هجرت نکرده بود، اونجا برای بیعت رفته بودن و خب سعی میکرد تا جایی که میتونه بهره مند بشه از مسائل دینی. اما زمانی که حوا اسلام رو پذیرفت، شوهرش که نپذیرفت و ایشون به خاطر پذیرش اسلام سختی‌های زیادی رو کشید. همسری داشت ایشون به نام قیس ابن ختیم اوسی که از شعرای معروف جاهلی هست که در اون موقع شناخته می شده. خب ایشون مسلمان شده بود اما همسرش همچنان بر شرک باقی مونده بود. قیس وقتی که این شرایط دیدید، همسرش مسلمان شده، دو تا پسرش مسلمان شدن که دو تا پسر داشته که یزید یکی ثابت، خیلی ناراحت شده بود و خب خیلی با همسرش برخورد میکرد که چون میدونید که این فرزندان این حوا هم باز اینا هم در جنگ احد با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همراه بودن و جالبه که یکی از برادرانش 12 تا زخم برمی‌داره که پیامبر یه بار اینجا ایشون به نام جاسر خطاب میکنه، یا جاسر اقبل، یا جاسر اقبل. در اون جنگ احد میگفته این به این سمت برو، به اون سمت برو، که مثلا مانور جنگی در مقابله با دشمنان بوده که با شمشیر خودش از چپ و راست می‌جنگیده و خب این در تمام جنگ‌ها همراه پیامبر بود که ایشون در روز جسر ابی عبید چیکار شد؟ به شهادت رسید. در هر صورت ابن عبدالبر نقل میکنه که در مورد اینکه ایشون هم جزو صحابه بودن و در زمان خلافت معاویه ثابت هم مرد. خب اون فرزندش که گفتیم یزید بود که این گونه بالاخره در روز جنگ جسر کشته شد که پیامبر اینجوری گفت. اینم ثابت هم همینجوری میگن در زمان خلافت امیر معاویه دنیا رفت. اما داستان اینجا بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خبر رسید که بیا این قیس، این شاعر معروف جاهلی، داره همسرش حوا رو اذیت میکنه. خب هنوز پیامبر به مدینه هم نیامده بود و خب قیس قبل از اینکه بمیره هم بالاخره با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تونست ملاقاتی داشته باشه در منطقه ذی‌مجاز در مکه مکرمه. با هم ملاقاتی داشتن، پیامبر اون دعوت کرد قیس رو به اسلام، خیلی اصرار کرد، دعوت کرد بیا مسلمان بشو فلان. قیس گفت نه، میدونم چیزی که دعوت میکنی سخن خوبیه و اما بین من و
به قول معروف زندگی من یک جنگی هست. شما میدونید جنگی که بین اوس و خزرج اتفاق افتاد جنگ بزرگی بود که معروف به یوم بعاث هست، جنگ بعاثی که حالا با تاریخ اون رو شاید روزی گفتیم، شاید هم خودتون بدونید که قبل از اسلام بین اوس و خزرج جنگ‌های طولانی بود و یک جنگ معروف بعاث بود و هنوز من به اون کینه‌های جنگی تو ذهنم هست و من نمیتونم به اون چیزی که شما دعوت میکنید بپذیرم. رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی دید اینجوری هر چی اصرار کرد دید این قبول نمیکنه، بعد گفت نگاه کن قیس، من بهت یه چیزی میگم. گفت چیه؟ گفت نگاه کن. خب قیس ابو یزید بود دیگه، پسرش یزید بود، همون یزید که با صحابه پیامبر شده، گفتیم اینقدر پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد ایشون نیکی کرد. گفت نگاه کن تو رو میخوام به خاطر الله به یه کاری بخونم. گفت چیه؟ بگو سخن چیه؟ گفت نگاه کن دست از اذیت و آزار همسرت حوا بردار، بذار با همسرت به خوبی برخورد بکن، این کار رو انجام نده. میگن قیس بعد از این دیگه هرگز همسرش اذیت و آزار نکرد، مسلمانم نشد ولی همسرش اذیت و آزار نکرد تا اینکه از دنیا رفت. و وقتی میگفتن چرا این کاری کردی؟ گفت من به رسول خدا صلی الله علیه و آله وعده داده بودم که این کار رو نکنم و همسر ما اذیت نکنه و خب این بالاخره عمل کرد. ابن سلام رحمت الله علیه نقل میکنه در کتاب طبقات فحول شعرا که در مورد اذیت و آزاری که قیس به همسرش داشت که میگه وصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله به اون سبب شد که حتی برخی گفتن شاید اون ایمان آورده باشه به خاطر وفایی که داشت. حالا این زیاد اینجا نیست ولی اون چه که مهم هست قیس در شرک باقی مونده بود اما همسرش مسلمان شده بود و خب به همسرش همیشه میگفتش که و مانع از این میشد که این اسلام رو داشته باشه و بخواد عبادت بکنه و خب خیلی سخت بود. حتی وقتی نماز میخوند یه بار نقل شده که در سجده بود ایشون همسرش رو مثلا برمی‌داشت بلند میکرد پرت میکرد رو سرش رو گردنش اینها. وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله رو قبل از هجرت ملاقات میکنه و رسول خدا این بهش سفارش نگاه میکنه، نگاه کن میگه ان امیرتک قد اسلمت، همسرت مسلمان شده و انک تؤذیها، تو در اون اذیت میکنی و احب ان لا تعرض لها، حالا که مسلمان نمیشی دوست دارم که همسرت رو اذیت نکنی. ایشون گفت بله نعم و کرامتا یا ابوالقاسم، بله این یک بزرگواریه. ابوالقاسم خطاب به حضرت محمد کرد و من دیگه میگه بعد از این کاری نمیکنم که شما از اون کار ناراحت بشید ناپسند بشید باشه براتون. بعد میگه خلاصی شما مدینه اومد و دیگه اذیت نمیکرد همسرش رو و دیگه به همسرش گفت خودت میدونی زندگی خودش و نقل شده که دیگه بعد از اون دیگه حوا خودش و پسرانش بالاخره یزید و ثابت دیگه اسلامشون علنی کرده بودند و بالاخره از محمد صلی الله علیه و آله دعوت میکردن، تبلیغ میکردن راهش رو و در مسیر عبادت دیگران رو هم تبلیغ میکردن. و وقتی که همسایه‌ها بهش میگفتن که تو چرا اینجوری کردی، چرا دیگه همسرت رو رها کردی داره این کار رو میکنه، ایشون گفت نه من به خاطر اینکه وفا کرده باشم به اون چه که گفتم. در هر صورت حوا دیگه حالا در شرایط بهتری میتونه با فرزندانش عبادت بکنه، به بندگی برسه، به مسیر دعوت برسه. و وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله که مدینه اومدن خب ایشون هم با اولین کسانی بود که با زنان انصار رفتن و با رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیعت کردند. و حوا هم در بیعتی که با رسول خدا بسته بود صادق بود و وفا بود و در این وفا و در این عبادت مثل سایر شاگردان پیامبر هم زندگی خودش رو حفظ کرد، هم در مسیر بندگی تلاش کرد، هم سعی کرد بدیها و زشتیها رو از زندگی و روح و اخلاق خودش دور کنه و خوبیها رو داشته باشه و با سایر زنان صحابه با هم در جمع خیر و نیکی همراه بودن، به دیگران کمک میکردن. و خب ایشون جدا از همین مادری هم با وفا و مهربان بود که به دو فرزند خودش یزید و ثابت خیلی میرسید و محبت میکرد. هر دو تا از سواران و قهرمانان مدرسه نبوت بودن، هم فرزندش ثابت و هم فرزندش یزید که بالاخره به شهادت رسید. متاسفانه در مورد زندگی حوا بنت یزید کمتر مطالب در تاریخ نقل شده و از مخصوصا از اواخر زندگی ایشون. اما اون چه که اینجا دقیق و روشن هست اینی که ایشون هم جزو همون شاگردان مکتب پیامبر هست و صادقانه در این مسیر فرزندانش رو هم آموزش داد و حمایت کرد و تونست اون چه رو که به قول معروف حقیقت هست برای خودش فراهم بکنه. نکته‌ای که اینجا لازم هست من اشاره بکنم در بحث حرب بعاث در بین اوس و خزرج، متاسفانه یک یهودیانی هم که در اون زمان بودن برای اینکه بهره برداری بکنن از سروری و قدرت و استقلال یا بهره گیری از اوس و خزرج ساکنان مدینه یا هم یثرب به سابق، بر آتش فتنه جنگ اینها دامن می‌زدن و این آتش جنگ سبب شده بود درون خیلی ها کینه باشه. از جمله همین کینه‌ای که من گفتم اشاره کردم در ذهن
این قیس همسر حوا بود که میگه من نمیتونم اون کینه ها رو فراموش بکنم و جنگ باعث میگن آخرین جنگ معروفی بود که بین اوس و خزرج رخ داده بود که در اطراف مدینه بود و خب یهودیان در برپا کردن شعله این جنگ نقش زیادی داشتن. جنگ خیلی کشتار زیادی بین اوس و خزرج شد، کینه بینشون شدت گرفته بود و قدرتمند هم بودن اینها بالاخره در جنگ. حتی در بیعتی که با پیامبر کردن، در اون بیعت عقبه اولا و ثانیه، گفتن ما توان جنگی داشتیم، بودن ما این آدمایی نبودن که از جنگ بهراسن، ولی خب قرار بودی که خب این اسلام سبب بشه که بین اینها دوستی و محبت ایجاد بشه که خب الحمدلله بین اونها دوستی و محبت ایجاد شد. خب تا همینجا داستان ما پایان میرسه. تا روز دیگه و داستان دیگه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.